یک برادری در اینجا بر من مراجعت کردن که زنم روزه نمیگیرد. اگر چندی که یگان عذری ندارد، همه شرایط و همه امکانیتش هست ولی روزه نمیگیرد. مثلا سالی گذشته روزه نگرفت و حتی میگه تا اندازه میگه گویم این زن برای من دلگیر شده است که برای من حتی همون در رمضانم چای سحر ما تیار نمیکند. یا بیگاهی که شود از بس که میگه بسیاری برادرها ما را افطار فیراد میکنن، اکثر بیگاهی ها که ما در افطاریم لیکن از قسم سحر من که میخیزم چیزی نیست، چیزی که دستی خودم بیا و تیار کنم و خودم بخورم. اولا من دعا میکنم که الله مهربان این خواهر کسی باشد را توفیق دهد که از ماه مبارک رمضان روزه بگیری. و بعدا فراموش نکن خواهر عزیز که در قصه ها میاد که در ماه رمضان وقتی میگه یک یهودی در نزد یک مسلمان دیگر که روزدار بود خوراک آوردن، خوراک نخورد به خاطر احترام روزدار. میگن الله مهربان همین نفر میگن برای که یک روزدار احترام کرد داخل جنت کرد. از او پرسیدن مقصد به چی چیز تو داخل جنت شدی؟ گفت به خاطر یک روزدار احترام کردن. برای همین خواهر عزیز، آیا اگر در برابر یک یهودی گذارن شما را که یک یهودی روزدار احترام میکنن، حال آنکه شما خواهر عزیز گویم یکی از وظیفه های جانی تو همین است که تو روزه بگیری، روزه هم نگرفتی حداقل یک روزدار کمک کن، یک روزدار یاردم کن. بسیاری برادرای هستند که الله خیرشان تیاد، حقیقتا هم بچه های با توفیقن، غیر رمضان هم روزای دوشنبه و پنجشنبه هم روزه میگیرن، ولی برای اونها هم من مصلحت میتونم که خواهرای عزیز کدام روزه میگیری همراه شوهرت خوش به حالت بخیزین، هر دکتون مقصد طهارت کنین، دست روکاتون بشوین، آب نان تون بخورین، تهجد تون بخوانین. باز اگر تهجد باشد، تهجد نباشد، خیزین برای روز دوشنبه و پنجشنبه یکدیگر با دعا کنین، خیزین با پای نماز بامداد، چون این بهترین زندگی های، این بهترین بگیم که بندگی های، این نظر رحمت در بالای هر دو شما های. این چی بود است که خواه مردک خواه زنش روزه میگیره، خواه زنک خواه مردکش روزه میگیره، و لیکن مردک که نیاز داره به یک پیاله چایش که نکنی آخی وای خواهی نخواهی خواهر عزیز. مثال اگر من شخصا من باشم وقتی که میرم یک پیاله چای میخورم حتما میگم من در حق دعای بد میکنم، من هیچ وقت در تو دعای نیک نمیکنم. برای همین شما دانی که دعای نیکی شوهر برای شما بسیار یک مکافات بلنده. برای چی شاعر میگفت هر آن زن که طاعات مریم کند، زخونی نگه سجدگر نم کند، چون نباشد راضی از او شوهرش، به درگاه حق نیست جای اندرش. مثل مادر عیسی علیه السلام عبادت داری، حتی سرت در سجده میمانی به یک ساعت سرت نمیبرداری، هرچی از عبادت داری، لیکن مادامی که مردک دلش خفه است خواهر عزیز این عبادت ها همه در سرت زده می شوند. خودت یک بارک انصاف کو که مردک من تا بگه روزداره، تا بگه با کار میکنم، من خیسته برایم یک پیاله چای نکنم
یا همین را در روزداریش یاردم نکنم. ای خواهری عزیز، دیگر در راست طور انسان کی حتی شوهرت کو اکو بیزاره او شوهرت یقینا تر دعای بد کسته. لیکن حتی اینمی من که اگر باشم وقتی سوال میخوانم منم میگم که مقصد مردک حق داره که در راست تو دعای بد کنه. الله مهربان توفیق تان بده. سوال دیگری که آمده است، گفتن امروزها بسیار رواج شده است که همین چاروا را گوسفند، گاو، اسب مقصد یک جای را هم خیلی یک در میکنن و قرآن در همونجا کشال میکنن و با تگ قرآن میگذرانن. این برادر عزیز یکی از بدعت های بسیار قبیح است. این ثواب نه، در این کار شما گناهگار میشید. برادر عزیز، این نه فرموده الله، نه فرموده رسول الله، نه فرموده یگان مذهب هایی که مثال 4 مذهب، نه یگان عالمی که علم داشته باشد. هیچگاه برای ما در یگان گویم خبرها آمده است که ما مالها به تگ قرآن گذرانیم. اگر چند این در نظر شما نیکم بیاید، لیکن شما در شریعت یک چیز دیگر را پیوست کردید. الله میگه و ما کان ربک نسیا. الله مهربان میگه من فراموش خاطر نیستم، چیز لازم بود برای شما همش من گفتم. برای من از پیش خود این چیزها را مقصد نسازید. هر یک کاری را که ما از پیش خود کردیم یک سنت از پیغمبر خدا از بین می رود. هر خرافات و بدعت که آمد یک سنت از ما الله مهربان می گیرد. بعد از زمان می بینید در درون خرافات و بدعت و شرکیات دیگر هیچی منفعت دیگر عبادت ما اوته نداره. برای همین این کارها را نکنید. با تگ قرآن برای این نیست که ما در تاریمو گویم تاخچه یا درمانه یا در کجایی نباشد او را در بلندینه، او را در بلندینه، او را در قلب جا کن، او را هر سری بخوان. اگر 1000 نمودی متریال قطی پیچونی در بلندی مانی و نکشایش، او قرآن برای تو خیر نمیاره. او قرآن از تو رازگیش اعلان نمیکنه. این قرآن برای او چاروایی که به عقل برای آدم زنده، او را زنده ها باید. اگر چند قرآن برای همه رحمت است، لیکن برای خیلی هر یک چیزی که از زیرش بگذرانه برای نیست. این کار نکنه، این کار یگان خیری نداره. این چیزا در شریعت پیوست هم نکنه که گناهگار میشی. خدای مهربان خاتممون بخیر، ایمانمون با سلامت و سعادت دنیا و آخرت نصیب من گردونه. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.